ورزشکار کنگاوری در این روزهای برفی ورزشی متفاوت رو سالهاست که انجام میدن. گزارشی از مصباح، خبرنگار ما در کنگاور. توصیه به ورزش برای سلامت تن و روان حرف جدیدی نیست. حتی فصل زمستان و سرمایه هوا هم نباید مانع ورزش کردن بشه و رونق ورزش‌های سالونی در فصل سرد سال و نیز استفاده از روزهای برفی برای سرسره بازی مؤید همین ادعاست. اما حالا اومدیم گزارشی از 2 ورزشکار کنگاوری براتون تهیه کنیم که ورزش کردن توی هوای آزاد رو توی این هوای سرد و برفی انتخاب کردن. می‌پرسین چه ورزشی؟ خودتون ببین. منطقه نمونه گردشگری سراب ماران در کنگاور همه ساله در روزهای سرد و برفی سال میزبان آقایان قدرت عسکری و رسول حسن آبادی 2 شناگر کنگاوری است. باور کنید حتی ایستادن توی این هوای سرد با لباس گرم هم کار مشکلیه. آقا سردتون نیست؟ نه خیر. چند وقت هست که شنا توی زمستون رو انجام میدید؟ عرضم بزرگ شما، من تو سن 14-15 سالگی با بچهای همین روسا تو ایام زمستان ماهیگیری میکردیم. مثلا بارندگی که میشد، رودخونه که گلالود میشد، لخت میشد و میرفتیم تو آب و با دست ماهی میگرفتیم. واقعا یه لذت خاص خودشو داره. دمای کنگاور الان 4 بالای صفر هست، یعنی چیزی نزدیک به نقطه انجماد. سرما خوردید حالا آقای عسکری؟ من بعضی وقتا ولی یادم نیست. قطعا کسایی که شنای شما توی هوای سرد رو میبینن احتمالاً که تحریک بشن که همچی کاری بکنن. بهشون همچی سفارشی میکنی که توی این دما و توی این هوا شنا کنن تو فضای باز؟ بستگی داره. من امیدوارم که اگه کسی میخواد این کار انجام بده شرایطش رو داشته باشه، چون شما قطعا مطمئن باشه کار هر کسی نیست، باید یه شرایطی باشه از نظر جسمی آماده باشی که بتونی این کار انجام بدی. غیر از شنا چه ورزشی انجام میدی؟ من رشته اصلیم وزن برداریه، چون من از سالهای 61 و 2 کلا وزن برداری کار میکردم. در واقع میشه بگیم رشته دوم ورزشی من شنا بود. گرچه همه شما رو به ورزش توصیه میکنیم ولی سفارش نمیکنیم که کار آقای عسکری رو تکرار بکنیم. فکر میکنم شنا کردن توی این آب سرد کار راحتی نیست. خب با این مقدمه جویا میشیم از وضعیت جوی استان در روزهای آینده و شبان و روزی که گذشت.